دفتری باز می کنم به نام خدا، باز آغاز می کنم به نام خدا. حرفی از جنس دل، ترانه و موسیقی، کوکین ساز می کنم به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. در این گزارش بنا داریم که در خدمت یکی از جوانان و نخبگان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرستان ایران شهر باشیم. همونطور که میبینید ما در خدمت جناب آقای مسلم نیکنژاد هستیم، یکی از جوانان و چهره‌های فعال در حوزه ورزش و جوانان، سمن‌ها و مؤسسات مردم نهاد که سال‌هاست به هر حال تجربیاتی رو در این زمینه کسب کرده. مسلم جان وقتت بخیر، یک سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. سلامت باشید. مسلم جان چه خبر؟ چطور اوضاع به هر حال این فعالیتاتون توی این ایام کرونا در حال حاضر چجوریه؟ به هر حال فعالیت ها خیلی خوب داره پیش میره و خدا رو شکرگزار هستیم که توفیق خدمت رسانی رو به مردم در مدتی که به هر حال بیماری مانوس کرونا وارد کشور شد داشتیم. خدا رو شکر اوضاع خوبه. الحمدلله. آقای نیکنژاد، شما به عنوان یکی از به هر حال چهرهایی که چند سالی هست در حوزه سمن‌ها و مؤسسات مردم نهاد و در حوزه ورزش و جوانان دارید فعالیت میکنید، اول به ما بگید که حالا نقش سمن‌ها رو در حالا اوضاع جامعه، در کیفیت و بهبود اوضاع فرهنگی و اجتماعی یک جامعه چطور میبینید در حال حاضر؟ سمن‌ها در واقع در کشور ما اون جایگاه اصلی خودشون رو متاسفانه هنوز به دست نیاوردن، ولی قطعا میتونن نقش بسیار تاثیرگذاری رو در تمام بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور داشته باشن به عنوان بالهای اجرایی دولت. اسم سمنتون چیه و محور فعالیت‌هاش هم اگر برای ما رو به دوربین بگید ممنونتون میشم. مؤسسه مردم نهاد جوانان نیکاندیش مکران با محور فعالیت اجتماعی، فعالیت‌های بشردوستانه. چند سال الان تأسیس شده؟ فعالیتمون قبل از دریافت اعتبارنامه از سال 95 فعالیت‌های مؤسسه شروع شده و سال 97 اعتبارنامه رسمیمون از وزارت ورزش دریافت کردیم. آقای نیکنژاد، برای ما بگید که چه کار باید بکنیم که ما بتونیم از ظرفیت سمن‌ها به معنای واقعی و درست و حقیقیش در بهبود اوضاع جامعه بتونیم بهترین استفاده رو ببریم؟ قطعا سمن‌ها به عنوان رکن سوم توسعه و به عنوان بالهای اجرایی دولت، رابط بین دولت و مردم هستند و ظرفیت خیلی خوب و وسیعی دارند. قطعا تأثیر مثبتی رو میتونن بذارن در جامعه و امیدوار هستم که در سالهای آینده روند رو به رشد و تاثیرگذار سمن‌ها رو در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عینه مشاهده کنیم. خوشبختانه در طول سالهای اخیر شاهد رشد و به هر حال گرفتن اعتبارنامه خیلی از سمن‌های تازه تأسیسی بودیم و سمن‌هایی در حوزه‌های مختلف گردشگری، فرهنگی، هنری، اقتصادی، ادبی، تاریخی ورود کردن و ثبت شدن و یک رشد چشمگیری رو داشته و این به هر حال با توجه به اینکه نقش سمن‌های نقش پررنگ هستش در بهبود اوضاع جامعه و خیلی نقش اجرایی محکمی هم هست، میتونه کمک بکنه. مسلم جان، شما علاوه بر فعالیت‌های خوبی که در حوزه سمن‌ها و مؤسسات مردم نهاد داشتید، هنرمند خوبی هم هستید، ورزشکار خوبی هم هستید. حالا از اول از هنر شروع می‌کنیم، بگید که تخصصتون، فعالیتتون بیشتر در چه عرصه‌ای هستش در هنر و اصلا چی شد که وارد این عرصه‌های هنر و به خصوص موسیقی شدید؟ از قدیم الایام، از زمانی که به هر حال من یادم میاد در بحث فرهنگ و هنر، خونه پدر ما به هر حال پایگاه هنری به نوعی میشه گفت پایگاه هنری ایران شهر بوده و هنرمندان بزرگی رو شخصا خودم میدیدم که به اجرای هنرشون میپرداختم و به هر حال منزل ما هم به عنوان یک پایگاه هنری همواره میزبان هنرمندان بزرگ ایران شهر و استان بوده، بلوچستان. و من هم از همون موقع به هر حال این رو به صورت سینه به سینه، همونطوری که
پدرم یاد گرفته از نسل‌های قبل خودش. من نه تنها، همه برادران 4 تا برادر هستیم خدا رو شکر، هر 4 تا این رو به ارث بردیم و خدا رو شکر میکنیم که در این عرصه موفق هم بودیم. خیلی خوبه. من یادم رفت این رو بگم که مسلم فرزند استاد نادر نیکنژاد هستش و 4 تا برادر دیگه، درست؟ هر 4 تا برادر هم به هر حال هنرمند و درجه 1 هستن توی موسیقی و یک اصلا تیم خوب هنری هم دارن که به هر حال توی خیلی از برنامه‌های مختلف در هم استان و هم خارج از استان در مرکز کشور در تهران بزرگ هم اجراهای خوب و متنوعی رو داشتن، جشنواره‌ها و فستیوال‌های خوبی رو هم رفتن اونجا برنامه اجرا کردن و به نوعی نماینده موسیقی شهرستان بودن، سفیر بودن در جای دیگه. مسلم علاوه بر هنر گفتیم که در ورزش هم شما فعالیت میکنید. اول اینو به ما بگو، استقلالی هستی پرسپولیسی مسلم؟ من در مرحله اول ایرانی هستم. اصلا من اینو نمیتونم، ما هممون ایرانی هستیم، اصلا تفره نرو. سوال من نگفتم که شما ایرانی هستید یا خارجی، من سوالم این بود که شما استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟ ما حقیقتا پرسپولیسی هستیم و افتخار میکنیم که استقلال رو به عنوان تیم 6 تایی به هر حال پذیرفتیم. خب ما این پرسپولیسی بودن شما رو به فال نیک میگیریم و برای شما و همه پرسپولیسی‌ها و البته استقلالی‌ها هم آرزوی موفقیت میکنیم. حالا این کوریا جزئی از فوتبال و زندگی ماست، از بس خارج نشیم. فعالیت‌های ورزشی تو برای ما بگو، چه فعالیت‌هایی هستش بیشتر؟ خدمت شما عرض کنم با توجه به نزدیک بودن محل سکونت ما با مجمع ورزشی شهید چمران، از قدیم الایام عموی بنده به هر حال مربی، یکی از مربیان به نام فوتبال ایران شهر بودن و از همون قدیم به هر حال ما علاقه زیادی رو به ورزش داشتیم و در این مسیر هم خدا رو شکر موفق بودیم. نقش نخبگان رو در رشد و بیداری و آگاهی جامعه چطور می‌بینید؟ خیلی کوتاه و مختصر این رو برای ما پاسخ بدید. با توجه به فقر محرومیت جامعه بلوچستان، قطعا نخبگان نقش بسیار کلیدی رو در آگاه سازی مردم دارند. زمانی شخصا معتقد هستم زمانی جامعه ما پویا و سازنده هست که مردمانی بیدار و آگاه داشته باشه و مطمئنا نخبگان میتونن نقش بسیار کلیدی رو ایفا کنن در این زمینه. پایگاه اطلاع رسانی معیارجل رو چطور میبینید؟ عالی. دنبال کردید دیگه؟ قطعا. نقش رسانه رو چطور میبینید؟ قطعا رسانه میتونه نقش بسیار ویژه‌ای رو در به نمایش گذاشتن محرومیت ها، کمبودها و ظرفیت ها داشته باشه و مطمئنا بلوچستان هم به عنوان قطب بی‌بدیل استعدادها حرفای زیادی برای گفتن داره و این میتونه از طریق رسانه دیده بشه و این استعدادها و ظرفیت ها دیده بشن. قطعا معیارجل در این مسیر بسیار بسیار کمک کرده به جامعه بلوچستان و تشکر میکنم از عزیزانی که به هر حال فعالیت میکنن، زحمت میکشن شبانه روز. به هر حال من با توجه به ارتباطی که با حضرت عالی دارم میبینم چقدر زحمت میکشید، تلاش میکنید و تیمتون خدا حفظتون کنه. ما نیاز داریم به رسانه‌های بیشتر و معیارجل هم نقش خودش رو تا الان ایفا کرده. امیدوارم که این نقش آفرینی ادامه داشته باشه. خب ممنونیم از مسلم جان عزیز که به هر حال پاسخهای شیوایی رو دادن. مسلم چنانچه حرف نگفته اگر هست ما میشنویم، خیلی کوتاه و مفید و مختصر رو به دوربین ما. آرزوی صحت و سلامتی برای مردم ایران و بلوچستان عزیز. امیدوار هستم که روزی برسه بلوچستان با توجه به استعدادهای بالقوه‌ای که داره، ظرفیت‌های بی‌بدیلی که داره، جایگاه واقعی خودش رو در کشور پیدا کنه و این امر به هر حال میطلبه که مسئولین و مدیران بالادستی نگاه ویژه‌ای رو به بلوچستان داشته باشن به امید سربلندی ایران پهناور. مرسی، ممنونم، دمت گرم. سپاسگزاریم از جناب آقای مسلم نیکنژاد عزیز که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و پاسخگوی سوالات ما بودن. برای مسلم عزیز و همه بینندگان عزیزی که به هر حال دارن گزارش ما رو میبینن آرزوی سلامتی میکنیم و
بهترین آرزوها، هر چی آرزوی خوب در دنیا و در هستی هست اونا رو بنده برای شما آرزومندم و امیدوارم به هر چی که میخواید برسید و سپاسگزارم از اینکه گزارش ما رو دیدید. هر جا که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. در امان خدا. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون باشه. بدرود.